شورای علمای مرکز اسلامی یا سابق مفتیات جمهوری تاجیکستان روز 21 میلیون سال 2023 در جلسه نوبتیش روز تجلیل عید قربان و ساعت برگزاری نماز عید را معین کرد. بنا به اطلاع مجله دین و جامعه، نشریه رسمی کمیته دین تاجیکستان در جلسه مذکور که با اشتراک رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادر زاده و اعضای شورای علما برگزار کردید، اساساً مسئله معین نمودن روز برگزاری عید قربان و وقت نماز عید مطرح شد. همین طور شورای علما قرار قبول نمود که طبق حساب‌های علمی عید قربان روز چهارشنبه آینده 28 میلیون سال 2023 تجلیل می شود. نماز عید در مسجدهای کشور صبح 28 میلیون ساعت 6:00 برگزار می گردد. این چنین طبق قرار شورای علما امام خطیبان وظیفه‌دار گردیدند که در موعظه‌های خود توجه مردم را به مسئله دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران، صرفه و سرشتکاری و پیشگیری از اسرافگیری، این چنین نظارت کودکان و نورسان اثنای عیدگردک جلب نمایند. گفته می شود در گزارش نشر کرده مجله دین و جامعه، عید قربان در برابر عید رمضان یکی از دو عید مهمترین مسلمانان به شمار رفته، هر دو عید در تاجیکستان رسما به تقویم عیدهای رسمی شامل گردیده روز استراحت اعلام شدند.